عبدالقادر طلبکوف مدیر کتابخانه شهری به نام لاهوتی که با بحث‌های تندش پیرامون مسائل گوناگون در شبکه‌های اجتماعی نام برآورده است، شام 14 فوریه در دوشنبه مورد حمله لفظی یک جوان قرار گرفته است. عبدالقادر طلبکوف به پایگاه خبری بامداد گفت در نزد فروشگاه مروه در محله زرفشان شهر دوشنبه یک جوان به وی حمله آورده تهدید کشتن کرده است. تو زردشتی حرام برش دامولاهای ما چی کار داری؟ خانه‌ات را میدونم، در 2 روز نزدیک کاری میکنم که به زانو میزنی در پیش ما، گفته است وی خطاب به طلبکوف. اما وقتی که بحث و خرخشه اوج گرفت و عبدالقادر طلبکوف تلفنش را برآورد که عکس حملگر را بگیرد، او رو به فرار آورد. با این وجود به طلبکوف میسر شده است که حملگر را هنگام فرارش از جای حادثه از پشت صورت بگیرد. مقامات شعبه وزارت کارهای داخلی رقم 2 نویه سینای پایتخت بر اساس امین عکس الکی ساعت بعد اون حملگر را پیدا و دستگیر کردند. نام جوان دستگیر شده نشر نشده است، ولی به گفته عبدالقادر طلبکوف او یک جوان به ظاهر 18-20 ساله بوده خود را از مریدان دامولا عبدالرحیم قزاقانی نام برده است. این روحانی شناخته در گذشته با طلبکوف در اینترنت وارد بحث‌های تند شده بود. وقتی بازداشتش کردند منکر شد، زاری و التجا و حتی آب دیده کرد و گفت که گمراه هم کردند. نقل کرد عبدالقادر طلبکوف در صحبت با بامداد. عبدالقادر طلبکوف سال گذشته بعد آن که دامولا عبدالرحیم قزاقانی در مویزش نسبت به زردشت حرفهای درشت زد به او جواب داده و از جمله گفت هر کلتکریش یا جوروبریش یا توقریش زردشت را حقارت میدهد به سودش میدیم. دامولا عبدالرحیم در جواب عبدالقادر طلبکوف در یوتیوب با یک لعن درشت حامی زردشت نامید. عبدالقادر طلبکوف میگوید بعد آن مویزه دامولا عبدالرحیم مورد معرکه بدگویی و حمله های لفظی مریدان این روحانی قرار گرفته است. عبدالقادر طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی در موضوعهای مختلف هم اجتماعی و هم سیاسی و هم مذهبی اظهار نظر میکند. او بسیاری از روحانیان تاجیک از جمله روحانیان شناخته را به خرافات پرستی و دین پرستی عیبدار میکند و زردشت را پیامبر برخواسته از میان ایران تباران نامیده از او گرم حمایت میکند. نظرها به بحث‌های طلبکوف در شبکه‌های اجتماعی یکسان نیست. او را برای جسارتش در مطرح کردن مشکلات داغ اجتماعی توصیف میکنند، ولی نه همه با موقع‌گیری‌های او در مسائل مذهبی موافقند. یک گروه در این بابت به طلبکوف آفرین میخوانند که ناترسیده با فناتیکا سر به سر میشود، ولی گروه دیگر مذمتش میکنند که او دانسته یا نادانسته روی مقدسات دینی مردم پای میگذارد. مقامات ملی هنوز خبر بازداشت جوانی را که به عبدالقادر طلبکوف حمله و او را تهدید کرده است رسما شرح ندادند. نظر جوان دستگیر شده نیز دسترس نیست.